سلام شکرتان هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ویدیوی جدیدن داخل یوتیوب اومده که سرور بیقانون داخل یوتیوب اومده و ایرانیه و امروز آموزش بریم که چجوری واردش بشیم و بهتون بگیم اگه مشکلی داخل سرور داشتید بهتون بگیم که چجوری بدون مشکل وارد بشیم. خیلی به خاطر نداشتن سیستم نمیتونن وارد سرور خارجی بشن یا به خاطر نداشتن اشتراک. خب یه سروری هم جدیدن داخل بدراک اومده که امروز آموزش ورودش هم قراره بهتون بدیم و اگه مشکلی ایجاد شد بهتون بگیم که چجوری رفعش بکنه. اگه سوالی هم داخل سرور یا ورودش داشتید حتما بهمون بگیم. خب برای ورود سرور شما نیاز به اکانت دارید که آموزش خیلی توی یوتیوب زیاده داخل ویدیو قبلا خیلی توضیح دادم. اگه ماینکرافتتون قدیمی ترم مثلا 1.21 با عوض کردن اسمتون میتونید وارد سرور یا هر چیزی بشید. خب وقتی وارد سرور میشید این نیاز به فیلتر شکن دارم. فیلتر شکن میزنیم که آیا بله. وقتی وارد منوی سرور ماینکرافت میشید میبینید که چند تا گزینه هست. اگه اکانت نداشته باشید داخل نسخه بالاتر گزینه اد سرور برای شما قطعه که حالا میتونید با آموزش دیدن اکانتتون بسازید. حالا برای ورود به سرور یا هر سرور دیگه بچه‌ها شما نیاز دارید به سرور آدرس یعنی آی پی که حتما مهمه و ضروریه. آی پی شو معمولا سایت سرور رو میذارم و شما میتونید اینجا بزنید. حالا اون سروری که قرار بهتون بگیم MC دو تا کودا در توجه داشته باشید. این میشه سرور همین بیقانون ایرانی که تازه تاسیس یه ماه تقریبا آمده. حالا اسمش هم هر چی دوست داشتید میزنید. پورتش هم که همین اگه چیز دیگه داشت میزنید. خب روی گزینه اد سرور میزنید. اگه با مشکلی مواجه شدید موقع ساخت همین گزینه زدید و نیاورد یه مشکل در فیلترش نیاورد، اگه بازم نیاورد تلاش بیشتر کنید حتما میاره. خب اگه الان ساختی سرور رو میاد اینجا میزنه اینجا چند نفر داخل سرورن که یه شکلی حالشون ما فیلترش کم بستیم نمیاره الان. خب اینجا میزنه. اگه واردش بشید که وارد میشه ممکنه بعد اینکه برید داخل سرور با یه مشکل روبرو بشید. داخل هر سروری میزنه پلیز لاگ این تو ایکس باکس اکانت یعنی که شما باید اکانت بذارید در حالی که ساختی. حالا چجوری اینو رفع بکنید؟ نیاز به فیلتر شکن داره. اگه فیلتر شکن بزنید این موضوع رفع میشه و وقتی داخل سرور می ممکنه یک بار کیک بشه از سرور، یعنی بیرون بیای و دوباره وارد سرور فیلتر شکن قطع کنید دوباره وارد سرور بشید که این ارور نیاد. حالا اینجا میتونید سرور ادیت بکنید، ویرایش بکنید یا آی پیش عوض کنید. خب این هم ویدیو بیشتر میخواید هر سوالی داخل ماینکرافت یا سروری هر چیز دیگه دارید حتما بپرسید. شما میتونید با حمایت کردن از من کلی به من انرژی بدید. سابسکرایب بکنید، فالو بکنید. خیلی ممنون که این کارو میکنید. لایک و کامنت دنبال یادتون نره. اگه هم تاکید کردم اگه چیزی دیگه خاصی حتما بگید. خیلی ممنون و تا ویدیو بعد. فعلا خدا نگهدار.